نیمه دوم روز دوم ایول کودک 4 ساله یک اویله از تاجیکستان به سبب بی‌اهمیتی والدان در ناحیه پوشکین ولایت مسکو روسیه غرق شده است. او را در حالت وزنی مدوشه به بیمارستان بردند ولی طبیبان کودک را از مرگ نجات دادن نتوانستند. بعد 6 ساعت کودک در بیمارخانه شهر پوشکینه جان باخته است. خبرگزاری فدرال اگنستو نوستی با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که صبح 11 ایول ساعت 8:25 از بیمارستان پوشکین به پلیس شهر زنگ زده از مرگ یک کودک در بیمارستان خبر دادند. طبیبان گفتند که این کودک 4 ساله را نیمه دوم روز دوم ایول در حالت مدهوشه آورده بودند. پلیس معاین کرده است که کودک را از ساحل اوبنبور پستووا واقع در دهه تیشکووا به بیمارستان آوردند و این کودک شهروند تاجیکستان بوده است. کودک همراه پدر 28 سالش در لب آب بوده است. پدر و مادر او در یک کارخانه کشاورزی کار میکردند. پدر کودک لحظه او را به نظارت میگذارد و کودک خود را به آب میپرتاید. او را بعد چند وقت از آب بیرون کشیدند ولی الکی دیر شده بود. مدتی که او زیر آب بود مغز سر کودک را از کار برآورده بود است. الکی نقل کرده است به خبرگزاری فن منبعش در مقامات حفظ حقوق. هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از زادگان تاجیکستان با علتهای گوناگون از جمله بر اثر حادثه های ناخوش هنگام آببازی میمیرند. تنها در ماه ایون سال جاری بنا به خبرها در روسیه بیش از 20 مهاجر تاجیک هنگام آببازی غرق شدند.